میدونی بزرگترین دروغی که از بچگی به خیلی گفتن چیه؟ اینه که اگر همیشه مهربون باشی، همیشه کوتاه بیای، همیشه لبخند بزنی و برای هر چیزی توضیح اضافه بدی، مردم بیشتر دوست دارن و بهت احترام میذارن. خیلی اینطوری هستن. همیشه در دسترس، همیشه همراه و حتی وقتی لازم نیست برای کوچکترین رفتارشون توضیح اضافه میدن. اما یه حقیقت مهم هست. منظور من این نیست که نباید مهربون باشی یا کمک نکنی. نه اصلا اینطور نیست. همه چیز باید در حد خودش باشه. مهربونی، احترام، کمک. وقتی از حد بگذره، ارزشش رو از دست میده و تبدیل میشه به یه ضعف پنهان. وقتی اینطوری رفتار کنی، تو ذهن آدم‌ها تبدیل میشی به یه آدم ساده، قابل استفاده و ارزون. بدون اینکه حتی بفهمی چرا. روانشناسای رفتاری میگن در دسترس بودن همیشگی، مهربونی بیمرز، توضیح دادنهای اضافه و تلاش برای راضی نگه داشتن همه آروم آروم اعتبارت رو از بین میبره. امروز 7 خطای کشنده‌ای رو بهت میگم که اگر حتی یکیش رو داشته باشی دیگران تو رو ارزون میبینن، ولی اگر حذفشون کنی اعتبارت به طرز قابل توجهی افزایش پیدا میکنه. خطای اول، همیشه در دسترس بودن و جواب دادن به همه حتی وقتی لازم نیست. خیلی فکر میکنن مهربونی یعنی همیشه در دسترس بودن، همیشه جواب دادن به پیام ها، تماس ها یا درخواست ها. اما واقعیت اینه وقتی همیشه در دسترس باشی مردم به سادگی ازت استفاده میکنن و به جای احترام تو رو قابل استفاده و ارزون میبینن. راهکار چیه؟ در دسترس باش اما محدود و بجا. لازم نیست برای هر پیام یا درخواست کوچیک فوری جواب بدی یا توضیح اضافه بدی. خطای دوم، توضیح دادنهای اضافه. خیلی عادت دارن برای هر کار کوچیکشون توضیح بدن. چرا دیر رسیدن؟ چرا این جواب رو دادن؟ چرا این تصمیم گرفته شده؟ و خیلی چیزهای دیگه. این رفتار باعث میشه دیگران ناخودآگاه فکر کنن تو اعتماد به نفس کافی نداری یا سعی میکنی دیگران رو راضی کنی. حالا راهکار چیه؟ وقتی لازم نیست توضیح نده. کوتاه و محکم حرف بزن و با سکوت و وضوح پیام اعتماد به نفست رو نشون بده. توضیح کمتر مساوی با اعتبار و احترام بیشتر. خطای سوم، دخالت در تصمیم دیگران و کمک کردن بدون درخواست. خیلی وقتی میبینن کسی مشکلی داره فوری میخوان کمک کنن و راهکار ارائه بدن. به نظر من یکی از بهترین کارهای دنیا کمک کردن به دیگران هستش. اما منظور من از کمک کردن اینه که دخالت نکنی و به جای تحمیل راهکار و راه حل خودت اجازه بدی خودشون تصمیم بگیرن و مسئولیتش رو به عهده بگیرن. اگر برای کمک از تو خواسته نشده، مردم فکر میکنن داری دخالت میکنی، حسودی میکنی یا کنترل میکنی. یه مثال، فرض کن کسی میخواد یه کسب و کار راه بندازه و از تو نظر میخواد. کار درست اینه که اگر دانش و تخصصش رو داری کمکش کنی، ولی وقتی ازت نظر کمک خواست خیلی روی نظر خودت پافشاری نکنی. به جای گفتن این که این شغل خوب نیست و فلان که ممکنه طرف فکر کنه داری از روی حسادت صحبت میکنی، فقط راهنمایی کن و اجازه بده خودش تصمیم بگیره. راهکار چیه؟ منتظر باش تا کسی ازت کمک بخواد. وقتی درخواست شد، یه نظر کوتاه، دقیق و فکر شده بده و دست از پافشاری روی نظر خودت بردار. بهشون اجازه بده راه خودشون رو برن و مسئولیت زندگیشون رو قبول کنن. خطای چهارم، مهربونی و تواضع بیش از حد. مهربونی خیلی خوبه، اما اگر بی حد باشه ارزش تو رو تو ذهن آدما میاره پایین. افراد مهربون بی حد گاهی جدی گرفته نمیشن و دیگران اونا رو کمتر محترم و کمتر جدی میبینن. راهکار چیه؟ مهربونی و تواضع رو درست و به جا نگه دار. درست به جا بودن مهربونی باعث احترام و اعتبار واقعی میشه. خطای پنجم، دائم دنبال تایید دیگران بودن. افرادی که دائم دنبال تایید دیگران هستن هیچ وقت ارزش خودشون رو در ذهن خود و دیگران بالا نمیبرن. این رفتار باعث میشه وابسته، ضعیف و بدون اعتبار دیده بشن. راهکار چیه؟ به ارزش ها و تصمیمات خودت اعتماد کن. یک بار تصمیم بگیر و محکم باش و نیازی به تایید همیشگی دیگران نداشته باش. خطای ششم، حرف زدن بیش از حد و توضیح دادن مداوم.
بعضیا از ترس قضاوت یا برای اینکه خوب دیده بشن زیاد حرف میزنن و توضیح اضافه میدن، در حالی که سکوت گاهی بزرگترین ابزار احترام و قدرته. افراد سکوت کننده ناخودآگاه مورد توجه و احترام بقیه قرار میگیرن. راهکار چیه؟ وقتی سکوت میکنی مردم مجبور میشن بیشتر به توجه کنن. حرفها رو فقط باید وقتی بزنی که واقعا لازم باشه، به جا باشه و تأثیرگذار باشه. و خطای هفتم، خرج کردن انرژی و تایید برای همه. خیلی سعی میکنن همیشه انرژی، توجه و تاییدشون رو به همه بدن تا دیگران دوستشون داشته باشن. اما وقتی انرژیت رو به صورت رایگان و بی حد خرج میکنی، مردم ناخودآگاه ارزش واقعی تو رو کم ارزش میبینن و به جای احترام تو رو در دسترس پذیر و ساده ارزیابی میکنن. راهکار چیه؟ انرژی و توجهت رو هوشمندانه و به جا خرج کن. به این ترتیب احترام و اعتبارت به صورت طبیعی بالا میره و مردم قدرش رو بیشتر میدونن. در نهایت اگر میخوای تو ذهن آدم‌ها ارزشمند، محترم و جذاب دیده بشی، فقط کافیه این 7 خطا رو کنار بذاری. تو قرار نیست برای همه خوب باشی. فقط برای خودت کافی باش، خودت رو ارتقا بده و با رفتار و انتخاب‌های درست کمک کن جهان جای بهتری برای زندگی بشه.